چه اتفاق دیگری در لحظه مرگ میفته؟ آیه میفرماید به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت ورزیدند فرشتگان بر آنان نازل میشوند و میگویند هیچ ترسی به خود راه ندهید و غمگین نباشید و بشارت بر شما آن بهشتی که همواره به شما وعده داده میشد. فرشتگان با چهره‌هایی درخشان و زیبا نزد مؤمن صالح میآیند، لباسهایی کاملا سفید و خوشبو. اما برای کسانی که بدون ایمان زندگی کردن این لحظه پر از درده. حالا با چیزی روبرو شدن که همیشه انکارش میکردن. نه لطفاً به من نزدیک نشید، دور شید. من ایمان دارم الله واقعیه. لطفاً فقط یه فرصت دیگه بهم بدین. دوستام کجان؟ رفیقام کجان؟ کسی نیست نجاتم بده؟ برای این آدم این تازه اولشه. حالا بیایید راجع به اتفاقات بعد از مرگ صحبت کنیم. مرگ پایان کار نیست. مرگ نیستی و نابودی نیست. این فقط یک انتقال از حالتی به حالت دیگره. مثل ترک کردن یک محل و رفتن به یک جای دیگره. این شروع یک دنیای جدیده. الله همان که زمین را هر زمستان میمیراند و هر تابستان آن را زنده می کند، انسان را هم می میراند تا در روز قیامت دوباره زندهش کند. و مکانی که همگی قبل از آخرت در اون خواهیم بود عالم برزخ نام داره یا جهان میانی. پیامبر صلوات الله فرمودند قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا گودالی از گودالهای آتش.